و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پیش از آمدن این پیغمبر رب العالمین میگه این انسانیت در ضلالت و گمراهی آشکار بودن، یعنی بت پرست بودن، ستاره پرست بودن، آفتاب پرست و مهتاب پرست بودن، انسان پرست و حیوان پرست بودن. در اصل پیغمبر بزرگوار آمد عالمی بشریت خدا پرست کرد. پیش از جناب پیغمبر خدا پرستی مردم خدا رو می دانستند، اما در برابر شریک می آوردن. خصوصا مردم فارس گفتم روزهای گذشته که چی بودن؟ آتش پرستش میکردن، آتش نعوذ بالله خدا می گفتن. مردم هندو یک گروه حالی هم است بت پرست، حیوان پرست بودن، به حالت رسیده بودن، به آلت پرست شدن، موش پرست و پشک پرست شدن. این پیغمبر بزرگوار آمد که یعنی اینها را از جامعه دور کرد. شبی که پیغمبر بزرگواری ما تولد شد میگه در تمام عالمی شیطان ماتم گرفت. شیطان بچنان غمگین شد شب تولد جناب پیغمبر که میگه سرش رفت در زمین زد. و چی خاطر؟ به خاطر که شیطان پرستی تا اون روز در اوج بود. شیطان خیلی مردم از خدا دور کرده بود، یعنی خدا پرستی را از جامعه دور کرده بود. شیطان میگه سرش بچنان خم شد که رفت در زمین سرش رسید. بگفت شیطان سیاه ما را جبین شد، تولد رحمتا للعالمین شد. میگه شیطان فیغان کرد، گو رحمت عالمیان شب تولد شد. با او گرم میکند بازار عرفان، شکست افتد به لشکرهای شیطان. این محمد خدا پرستی را، بازار خدا پرستی را گرم میکنه، مردم خدا پرست میکنه. میگه شیطان بچه ها دیدن که مادرشو چقدر غمگین و ناراحت آمدن در گیردش دور زدن. آچه جان، مادری جان غمگین نشه، امتاش ما وسواس میکنیم، فریب میدیم، در راه گناه و فسق و فساد میبریم، از رحمت خدا محروم میگردانیم، امتاش جهنمی و دوزخی میگردانیم. میگه پیغمبر، میگه این شیطان علیه لعنه به سوی فرزنداش چی گفت؟ بیزد ابلیس فریادی دوباره به سوی آن گروهی سنگساره. فرزنداش میگه با دوباره یعنی یک فریاد غضبناک کربسون شو. گو بسازد امتش هرچند گناه بیش، فرستاد است او را حق رحمتی خیش. و هرچند اگر امتش گناه کنه خداوند این محمد رحمتی خودش فرستاده است. رود با امتانش سوی جنت، من و تو جانب دوزخ به حسرت. همه بلبل صفت در عیش بستان، که ما هیزم صفت در نار سوزان. شیطان سوی فرزنداش گفت و هرچند گناه کنه امت شفاعت میکنه، دعا میکنه، در روز قیامت سرش در عرش الهی در تعظیم و در سجده میمانه، آبهای دیده مبارک چه میریزانه. رب العالمین میگه حبیبی محمد، دوستی من ای محمد، ارفع رأسک، سر تبو بردار، گریه نکن. قل یسمع، بگو چیزی میگو من تو را گوش میکنم. سل تعطا، بپرس هر چیزی میپرسی من برای تو میدیم. وشفع تشفع، شفاعت کن که امروز شفاعت کننده تو هستی. پیغمبر بزرگوار سر میبردارد از سجده و گردن کج، آبهای دیده ریش مبارک تر کردند. سر میبرداشته است، میگفت اللهم امتی امتی امتی، ای پروردگار امتام خلاص کن، من برای امتام گریه دارم امروز. رب العالمین میگفت که ای محمد 70,000 از گناهگارات، 70,000 شخصیتی که باید دوزخ میره، باید در دوزخ سوزانده میشد، 70,000 من بخشیدم، بگی از این دری راست بگیر داخل جنت. شیطان اینه یعنی برای فرزنداش بیان کرد که امت هرچند گناه کنه خداوند او را رحمتی خودش فرستاده است، همراهی امتاش جنت میروه. رب العالمین گفتن و تحقیق آمد برای انسانها رسول از نفس خچون، یعنی از جنس خچون. عزیز علیه ما عنیتم، چقدر دشوار و سخت و مشکل است برای این پیغمبر هر مصیبت و ناراحتی که در بالای امت می آید. پیغمبر ما چقدر یعنی ناراحت و غمگین می شود، خجالتمند می شود از این رنج و مشقتی یعنی امت، از ناراحتی امت.
خداوند یا بیان کرده ایستاده است که چقدر دشوار و سخت است برای این محمد وقتی مصیبت و ناراحتی در بالای امتش میاد، وقتی امتش غمگین میشود، وقتی امتش در یک پیشپستی میزنه. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این پیغمبر چقدر خواهنده خوشبختی امتاش است. پیغمبر بزرگوار ما چقدر سعی و تلاش و کوشش میکنه که امتش خار نباشه، بدبخت و رسوا و بی قدر و بی حرمت و بی عزت نباشه. چقدر یعنی مهربان است، چقدر دلسوز است، رحیم است برای امتاش. حیات عمر امتی 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 گفت و گریه کرد. پیغمبر دایم غم من و شما امتهاش خورد. به این خاطر باید که من و شما برادران عزیز و بزرگوار این پیغمبر بزرگوار من دوست بداریم. شمس بستی رویش و لینعتی مویش از ذکر ذاتی سبحان بوی محمد آمد در وقتی صبحگاهان بوی محمد آمد اندر صباح مردم بوی محمد آمد رفتم به سوی بستان گلها شکفته دیدم از جانب گلستان بوی محمد آمد در موسم گل و ملک میخواندوش بلبل از بلبلی خوشیلان بوی محمد آمد محمد لا اله الا الله از ذکر اسم رحمان بوی محمد آمد طوفانی کرد بالا را گردی حسین امان از ناله امامان بوی محمد آمد در وقتی صبحگاهان بوی محمد آمد اندر صباح مردم بوی محمد آمد رفتم به سوی بستان گلها شکفته دیدم از جانب گلستان بوی محمد آمد در موسم گل و ملک میخواندوش بلبل از بلبلی خوشیلان بوی محمد آمد این هاش در کشادن در آن سرای جانت از هر سرای جانت بوی محمد آمد این لب بزن تو خود را در صحبتی غریبان از صحبتی غریبان بوی محمد آمد در وقتی صبحگاهان بوی محمد آمد اندر صباح مردم بوی محمد آمد رفتم به
شکوفته دیدم از جانب گلستان بوی محمد آمد در موسم گل و بل میخواندوش بلبل از بلبلی خوشیلان بوی محمد آمد بوی محمد آمد